توی ویدیوی قبلی آیفون 17 رو خریدیم و با یوتیوبرها تستش کردیم. اما توی ویدیو امروز ما یه آیفون دیگه خریدیم که از آیفون 17 مونم جدیدتره. این آیفون 17 پرو مکس مینیه که شرکت اپل نساختتش و این هم سامسونگ S25 اولتراست که این هم شرکت سامسونگ نساخته. و توی ویدیو امروز قراره این دوتا رو با هم دیگه آنباکس کنیم، بررسی کنیم و با هم مقایسهشون کنیم تا ببینیم آیفون مینی بهتره یا سامسونگ مینی. اما قبلش حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنلم رو سابسکرایب کنید و این زنگوله نوتیفیکیشن هم به صدا در بیارید تا اولین نفری باشید که میایید و ویدیوی چنل منو میبینید. برو بابا اینا رو ببینیم. آقا من سامسونگ من سامسونگ. شما سامسونگ باشه. کدوم مال من آیفون. من آیفون فن. آقا منم آخه میدونی من اصلا چیز نیستم. فنبوی میگن؟ فنبوی. من فن خاصی نیستم. مثلا نمیتونم بگم سامسونگ بهتره، آیفون بهتره، شیائومی من نمیدونم. ببین من وقتی آیفون دستم گرفتم اندروید رو گذاشتم کنار. یعنی خوبی آیفون اینه که روونه. قشنگ یه دونه واسه پلتفرم. ببین پلتفرمی برات ایجاد میکنه تا بری باهاش عشق کنی، ریلکس کنی، کیف کنی و اینجا آیفون داریم. ببینم پشتشو پشمام دو رنگ شیشه‌ایه. ببینم نگاه حاجی اینا کی وقت کردن اینو بسازن؟ بچه تو جعبش هم اینا داره. اون چیه؟ یه سیم شارژر تایپ سی. نه بابا اینم تایپ سیه. تایپ سی خوبه. تایپ سی اصل. یعنی چی اصله؟ این معمولیه دیگه. خب قاب داره. قابم داره. یعنی حاجی این خودش من براش یه قاب صورتی خریدم. بله نداشت. من سلیقت عالیه ولی نگاه کن قاب اینو. حتی این قسمت شیشه‌ش هم که میگن خش میخوره اونم نگاه کاور کرده. این دیگه خش نمیخوره که. این اصلا آلومینیومه. این چیه؟ این شیشه است. این پشتش قشنگ کامل شیشه. این پلاستیکه ها. نه داداش این پلاستیکه وزنش از گوزه. فکر کردید واقعا آلومینیوم و شیشه بهت میدن؟ بده من بابا این پلاستیکه. ولی خب پلاستیک خوبیه. ببین دقیقاً عین آیفون‌های امسال که احمقانه طراحی شدن اینم دقیقاً همونقدر احمقانه است و دو رنگه. ببینی صفحه‌ش رو آنباکس کنیم. همیشه این کارا رو میلاد میکرد. ببین باید ناخونو بندازی این گوشه. آماده ای؟ آره. BLS نداره. اینو برای چی کندی؟ این تنها محافظ صفحش همین بود. ببین جای انگشت چقدر بد مونده روش. نگاه کن چقدر راحت. انگشتای ما بچه کثیف نیست. این جنسش مسخره است. ببینیم روشن میشه یا نه. روشن میخوای روشن نشه. حاجی روشن نمیشه. فکر کنم شارژ نداره. اصلا امکان نداره آیفون گوشی خراب به من بندازه. امکان نداره. حاجی این کار نمیکنه. میلاد این کار نمیکنه. با بزنم شارژ. این سوخته تعبیره. این گارانتی داشت. من یادم اینا گارانتی داره. زنگ بزن اینا بیان اینو تحویل بگیرن. بزن با این زنگ بزن اینو بیان تحویل. این رجیستر نیست. این رجیستره. نه بابا این رجیستره. حاجی دو تا سیم کارت میخوره. نه تا سیم کارت میخوره. سوزن سیم کارت هم داره تو. یعنی نگاه من اینو تو این فرو کنم در بیارم رمم میخوره. نه هم رم میخوره هم سیم کارت. دیگه چی میخوای؟ از یه گوشی مینی تو چه انتظارایی داری؟ حاجی این هنوز رجیستر نشده. من پول ندارم بدم رجیستر کنم ولی این رجیستره. این رجیستر دوربین داره، میکروفون داره. دیگه اصلا من هیچی نمیخوام این زندگی. برم اینو بزنم شارژ روشن. ببین اصلا روشن میشه. بیار سیمشو بیار. روشن میشه. بعد برم شارژرشو بیارم. یه لحظه صبر کن. Hello there. آقا من شارژر آوردم. صبر کن ببینم. روشن میشه. Welcome to my YouTube channel my friend. This is a حاجی دقیقاً هم مثل آیفون‌های جدید اینجاش داینامیک آیلند بچه‌ها. از این چرا اینجوری روشن شد؟ با الان میگه دو تا دست میاد اینجوری. ولکام. این چرا ولکام؟ من نباید یه سیب گاز. این چیه؟ چرا اینجوری میشه؟ شرکت روشن شد. ببینم. روشن شد. بچه‌ها ببینم. خاموش شد. نمیدونم چرا. من صبر کنیم. شارژ نداره. آقا تا این داره روشن میشه بیاید گوشی من کو. این گوشیه.
ببین امروز میخوام واقعا طرفدار سامسونگ شم، با اینکه تا حالا خودم اصلا سری اس نداشتم. اصلا سامسونگ نداشتی؟ اصلا من سامسونگ نداشتم حاجی تو زندگیم. تو هیچ وقت؟ مامانم داشته. چرا خودم یه J7 2016 داشتم، هنوز همون جوری داره کار میکنه. تازه یعنی 5G هم بود. اگر پیداش بکنم اینم کجا گذاشتم 5G هم بود. اون موقع من اونو 4G بود. 4G بود. 4G همه بود. 3G میگرفتن، اون آره. 4G. من تنها سامسونگی که داشتم اون بود و خیلی راضی بودم. خیلی. ولی اینم بهتون بگم که من اینو 5 میلیون خریدم، اینو 7 میلیون. چه خبره؟ یعنی سامسونگ مینی یه ذره چرا گرونتره؟ قلم داره. قلمش کار نمیکنه. سامسونگ S25 اولترا مینی با قلم اصلا نداریم در جهان. اصلا سبب پکیجینگ رو نگاه کن ببین برای تو چی بود. بیا این به این خوبی نگاه کن، این به این پلاستیک خوب. پاره رو گذاشتم تو جعبه، گفتم بیا اینو نگاه کن. نگاه، اول اینو برمی‌داری، اول این تازه این هیچی من نیست، فکر کردم این بود کلا. بعد اینو میذاری نگاه کن با 2 انگشت. داداش چسب خورده. با حس 2 می‌کنم. همون میگم با 2 انگشت باز می‌شدی. بفرما چاقو. نه نمیخواد نه بیا اصلا انقدر چسب با کیفیتی زدن داداش چسب دیگه. راحت کنده میشه، به سختی هم باز میشه. میدونی چی میگم؟ جاش هم نمیمونه رو بدنه. حالا با 2 انگشت نگاه کن. واه ببین عجب چیزیه، عجب چیزیه. واسه تو مشمات واسه من نبود. یه پلاستیک داره ببین S20 اصلا سنگین تره. ببینم اینو این راست میگه. خوش دستره، سنگین ترم هست. پشمام چیگو دوربیناش هم برداشتن کاور زدن. تا چی هم بایست کردی؟ یه دونه صفحه بیا این ولی پشت رو داشته آقا این یک این 2 نکنه دوربیناش همه کار میکنه. نمیدونم بچه یه خورده حسودی میشد تا الان. اوی وای حاجی کوالیتیش خیلی بهتره. یه خورده تا اینجای کار حسودی میشد. چقدر آنباکسش طول میکشه وای خدا، چقدر ما مشتری ها اهمیت. بعد یه دونه دیگه هم پشتش داره اینه. لایزا اگر بتونم اینو من بکنم. خود سامسونگ بیشتر چسب برده حاجی. آها حاجی این چرا جاش موند رو بدنه داداش؟ میره این یه ذره توف بزنم میره این. حالا اینو پاکش میکنیم. ببینم روی پاورش هم یه دونه دیگه که روشن نشه. اینو کنار در پراید میزدن من یادمه که مثلا تازه یه دونه دیگه اون برچسب هم روش داره که من نمی‌دونم. محافظ صفحه. من بذاریم دیگه تو کارتونش چیه. یه دفترچه داره به زبان واو. سلیس و زیبای چینی و انگلیسی. بنازم. قاب داره که 1 ساعت پوزشو به من دادی. صبر کن. سوزن سیم کارتش که تو درازتره. سوزن سیم کارتو به من نشون بده. سوزن نه چون سوزن سیم همونه. برای من درستره. ببین نه همونه. برای من 2 سال بلند. بدبخت بیچاره. این شارژر کی بود زدی به آیفونت؟ این یه شارژر متفرقه. بله. خاک بر سر. جان. خود سامسونگ تو جعبه شارژر نمیذاره. این شارژر داره گاو. یعنی چی؟ مگه میشه؟ سیم شارژر داره. هندز فری داره. هندز فری به چی میزنن؟ مگه جک میخوره؟ تایپ سیه؟ هندز فری تایپ سی داره. من از دوره رقابت میرم کنارگیری میکنم. از گوشی خودم بهتره. خوشحال شدم. ببین مینیه درسته. خب درسته. ولی اصلا گوشی کوچیکی نیست. ببین. یعنی جدی اگر گوشی خوبی باشه از لحاظ سخت افزاری خودم برش میدارم. اینقدر کلا جعبش بود بچه‌ها 5 کیلو وسیله توش بود. از تو بزرگتره. وای میبینی؟ حاجی نگاه کن، بذاریم کنار هم نگاه کن. این دیگه خیلی این دیگه نامردیه. این مسخره بازیه ولی این جدیه. درسته؟ بذار بله. روشنش کنم ببینم نظر تو چیه. لوگوی سامسونگ اومد روش. لوگوی سامسونگ روشه. مثل شما هم تو کارتون شارژش تموم نشده. قلم داره. قلم؟ الان در نمیارم که. چرا؟ الان در نمیارم. بذار بیاد با اندروید داری. برای تو چی بود؟ هنوز روشن نشده. یه ولکام نارنجی نوشته بود. این اندرویده. با کمال احترام شیک
این به خاطر قلمشه وای نمیسه. قلمش یه خورده بیرون زدگی داره. آها او قلمش این سامسونگ صدا داد. دیدی نگاه کن یه بار دیگه. اوه. اوه. مگه میشه؟ فهمید؟ نه کار میکن. بکش قلم اسپنه. بکش وای وای کار کرد. وای اینا منو اسپنش هم باز شد. منو اسپنش هم باز شد. مطمئن این خود سامسونگ نزده؟ حاجی من روانی شدم. یه لحظه صبر کن من این کاور روشو بکنم. میخوام قلمم روون روش حرکت کنه. صفحش اصلا اینو میندازیم میره. مگه میشه؟ قلمو بگیر. قلمو میبینی؟ من باورم نمیشه. داره کار میکنه. میبینی یا نه؟ حاجی what the fuck؟ بچه معرفی میکنم گوشی جدیدم. تازه 94% هم شارژ داره حاجی. 94% همین الان شارژ داره. خاک بر سرت کنن هنوز روشن نمیشی تو. بذار شارژت پر بشه بعدن ادامه ویدیو باهات صحبت میکنم بابا. فعلا کار دارم. ببین بنده خدا جان. اینو تمیزش کردم. خب تو کوالیتی بدنه رو بذار کنار آیفونت بیار. مشتی آیفون من 100 هیچ میزنه. بیچاره این بلک تیتانیومه. این چیه پلاستیک؟ اینو عشق کن بچه نگاه کنید. طراحی دقیقاً مطابق سامسونگ S20 5 اولترا. میخوام بگم مال من بهتره ولی نمیتونم. واقعا هم خوش دستره هم کوالیتیش بهتره. ولی بریم روشنش کنیم ببینیم مثلا وقتی روشن میشه چه اتفاقی میفته. ببین برای من جفت دکمه صدا کم و زیادش و پاورش اینوره. بله اینور هیچی نیست. زیرش یه اسپیکر تایپ سی شو قلمش. بالا هم یه چیزی از فکر کنم میکروفونی چیزیه نمیدونم. حالا واسه من من اکشن باتن نداره. حتی کپچر باتن هم نداره که اینجا دکمه الان جاش سیم کارت اومده. این اصلا دیگه آیفون نیست که. چرا؟ آیفون نگاه جزیره داره. حالا از این که بگذریم بهش میگم پلاتو. نمیدونم فکر کنم. آره پلاتو. برای من ببین جایگیری دوربینا دقیقاً مطابق خود سامسونگ. ولی ببین همین جوری دارم از بیرونم بهش نگاه میکنم احساس میکنم لنزاش فیکه. نمیدونم چرا آبیه رنگش. خب این طبیعیه. 4 تا لنز نمیذارن روی اون گوشی که. ولی من وقتی دارم به پشتش نگاه میکنم عین پشت همین دوربینیه که داری همه فیلم میگیری. خودشه قشنگ خودشه. آره دوبار. ولی بریم روشن کنیم ببینیم. بذار ببینم این چیه. توی آیفون ما این سیاهه رو داریم. ببین یه چیز سیاهی تو خود آیفون هست. این فقط شکلشه. آره دیگه سنسوره واسه آیفون. سنسورش هست ولی این ولی نه. این الان ببین این فقط دوربین داره و یه دونم فلش لایتش اینجاست که این نقاشیه بچه. پس تا اینجای کار کوالیتی بدنه 1-0 من جلو هم. میخوام بگم نه ولی نمیتونم. خدایی هم طراحیش خیلی بهتره همین که کوالیتیش خدایی جنسش بهتره و خوش دستره و بزرگتره که اصلا خیلی بهتر طراحی شده. آره بریم ببینیم روشنش کنیم ببینم مثلا براتون روشن میشه. بعد 1 2 چرا شبیه همن. آجی اینجا نگاه کن. این چیزایی که آیفون داره اسمش نمیدونم. این چیز داینامیک آیلند داره. آره. بریم واکنیم. بریم آیفون رو واکن. برای تو حاجی خیلی روونتر. توش آیفونه. رابط کاربری توش آیفونه واقعا. معلومه. من اصلا جنس بد میخوام. نگاه کن همه آیکونای آیفون. آره. نمیدونم موزیک گالری این الان ببخشید یه سوال جانم. شما این اپ استور نوشته پلی استور. معلومه. من اصلا جنس بد میخوام داداش جانم. این اپ استور رو باز میکنی گوگل. نه خیلی هم اپ استوره. یعنی چی؟ اینا همش کذب دروغه. ببین الان مثلا من میخوام واسه سافاری رو بکنم واقعا سافاری وا میشه. کو سافاری مرورگر گوگل نیست. این مرورگر
صافاش یه خورده قدیمیه آقا. ببین نه تنها شکلشو بزک دوزک کردن که از بیرون شبیه یه آیفون باشه، بلکه اپلیکیشناش هم بزک دوزک کردن. شکل آیفونیه ها. یعنی مثلا اینا نگاه کن، این اپ استور به جاش پلی استور. اوکی. بله. ستینگش، کامراش، گالریش، همه چی شبیه آیفونه، ولی باز که میکنی اندروید میپاچه تو صورت. یه چیزی جذاب نشون بدم. آقا کالیولیتور همون ماشین حساب توی آیفون ها یه تم مشکی نارنجی داره، اینجا رو داشته باشی. خب سفید سبز. این لنووه اصلا عالیه، خیلی خوبه. بنازم من یه تبلت لنوو داشتم، رابط کاربریش دقیقاً همین بود. واقعا. آره بذار ببینم این چطوره. ببین این که با اثر انگوش اصلا باز نمیشه، نداره. خب طبیعتا میخواد چون مانیتور روشنایی تو رو ببینم، حد اکثر روشنایی تو بذار کنار این. حاجی حد اکثر حد اکثرش حداقله. حد اکثر من بچه وایسا ببینم باگ این الان تا ته کمه. خب تا ته زیادم میکنم همونه. یعنی چی؟ اصلا زیاد و کم نمیشه، همونه بچه. What the fuck؟ الان یعنی برای منم همینه؟ What the؟ صبر کن. نه برای من کم شد. برای من هیچی نگاه. حاجی برای من کم میشه. برای من هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی چی؟ چرا؟ الان این میبینی این برای من کمه، ولی زیاد میکنیم تا ته زیاد میشه حداقل برای من. ببین یه ذره برای من کنده. برای تو روونتره. من احساس میکنم رفرش ریتم خیلی خوب نیست. اینجا ولکام زده بالا ولی اینجا نگاه داینامیک آیلند رفته رو نوشته های سیم کارت. اصلا حاجی کم نمیشه، مگه میشه؟ چجوری حساب نمایش؟ آقا نمیدونم رابط کاربری کی برنده میشه، ولی خب حداقل برای من ببین شکل سامسونگه. خب رابط کاربریش با سامسونگ پلی استور میزنی، واقعا پلی استوره، ولی برای من روونه. نگاه خدایی برای ما هم بچه رفرش ریتش بالاتر. برای من ابد میتونم واسه مثلا الان من نگاه کن، من الان توی چیزم پلی استور. خب این بکو که میزنم یه ذره دیلی داره برمیگرده. حالا مثلا فکر کن توی چه میدونم فیسبوکم، خب اینو که میزنم یه 2 ثانیه دیلی داره. حالا من نگاه کن، مثلا من میرم تو این، خب یه بک میزنم، خدایی برای تو سریعتره. سرعت تو دیدی؟ از لحاظ سخت افزاریش بهتره. اسنپ دراگون نسل 80. من نمیدونم خوبه اینی که گفتم یا نه، ولی خدا وکیلی چیز خوبیه. یعنی مثلا کامرا رو باز کن. یه خورده دیر ما میشه، ولی نگاه باز شو. حالا من اصلا کامرا دارم. من کامرا لنزات فیک، اصلا کامرا نداره. کامرا من چون با رابط کاربری سامسونگ خیلی آشنا نیستم. کامرا رو ببین. بله. این کامرا آقا حاجی کیفیت رو نگاه. آقا این باید بریم تست بعدی، تست دوربینه. برو بریم. این بخشو کی برد؟ من دیگه معلومه به خاطر فریم ریت تو خفنی که داشتم من بردم. تو بردی، ولی حداقل برای من ببین واقعی تره. میدونی من به نظرم اینجا بیا امتیاز مساوی بدیم، چون هم میتونم نور صفحه‌مو کم و زیاد کنم که تو نمیتونی، خرابه. راست میگه. همین که من شکل آیکونام وقتی مثلا میزنی پلی استور باز میشه. برای تو اپ استور میزنی باز پلی استور باز میشه. خب این آخه یه چیز طبیعیه دیگه. مثلا گوشی آیفون که نیست. آره دیگه. ببین در ظاهر آیفونه خب، ولی در باطن اندرویده. یعنی آی او اس فقط یه پوسته، یه حاله ای از آی او اس روی آی او اس نپخته ترین آی او اس خام. بدبخت جان. اینجا رو کن. من به خدا خرابه بچه‌ها. خیلی خوب آقا جانم. اینی که شما دارید الان منو میبینید آیفون ماهانه. اینی هم که شما الان دارید منو میبینید سامسونگ میلاده. ببین من که راضیم. منم خدایی خوشحالم از این کیفیت، خیلی داره. فریم ریتش خوبه. فریم ریتش 60 اوکیه. برای تو چیه؟ ببینم من میخوام کوالیتی تو رو ببینم. گوشیامو عوض بده. من اینو بگیر. آها حاجی گوشی تو بهتره. گوشی تو افتضاحه. گوشی تو خیلی خفن تره. بچه نمیدونم چیزی که الان دارید شما میبینیدم همین طوریه یا نه، ولی برای من خیلی بهتر بود. آره واسه میلاد خیلی بهتر. من اصلا با چشم فهمیدم. میلاد میدونی چه حسی دارم؟ انگار داریم خاطرات دانشگاه یه پسر آمریکایی تو 30 سال پیش رو میبینیم. یه ویدیو هست از زمانی که هیچکس داشت چیزو میخوند. اینجا تهرانه. من میتونم یه ویدیو از اون موقع هست همین کوالیتیه. نکن الان من بذار من الان اونجوریشم. اینجا تهرانه. بموناش کنارم من آیرو میلاد. بچه ما قلیوم چوغم بکی سوسی. خب این الان
توی نوره. بیا بریم تو سایه. بیا بریم تو سایه. تو سایه بریم فکر کنم افت فریم بگیریم. تو سایه فکر کنم بهتر هم میشه، یه ذره آرومتر داره ما رو میگیره. یعنی این الان ببخشید کدوم لنزشه این؟ ببین این که 5 تا لنز داره. این بچا سامسونگه. خب 5 تا لنز داره. این نبود. فقط اینه. آره همینه. آره. آفرین. فقط این کار میکنه. چی؟ بقیه همش برای قشنگیه، چون اصلا نمیشه چیز کرد. نمیدونم میتونید اصلا با اون ببینید یا نه. اینجا هیچ گزینه دیگه ای وجود نداره که مثلا بزنم ضرب در 2 بشه، ضرب در هیچی. فکر کنم فقط میشه با انگشت اینجوری من زوم کنم. میبینی؟ آره 206 رو میبینی؟ منم میخوام بگیر. سامسونگ که زومش خداست. منم میخوام حاجی زوم ببینم چجوری زوم میکنه. ببین تو بگیر. 2 انگشتی حاجی نگاه فریم زوم میشه. حاجی من احساس میکنم بیس هر دوتا رو انگار یه شرکت ساخته. انگار لنوو ساخته. آره یه جوریه. دوتا دقیقاً یه نفر ساخته. فوکوس که نداره اصلا، دوربیناش فوکوس که نداره. برای تو خیلی فوکوسه حاجی، واسه خیلی خوبه. آره سامسونگ الان این سامسونگ فوکوس میکنه. سامسونگ عالیه. آیفونه چی؟ حاجی آیفون کدوم دوربینش کار میکنه؟ میتونم بگیرم؟ آیفونم فقط این کار میکنه. درسته؟ ببینم کدوم. این آره فقط اون کار میکنه. این دوتا کلا تعطیلن. چرا قوه داره؟ بذار چرا قوهش روشن میشه؟ نه چرا قوهش تو حالت ضبط فیلم نمیتونم روشن کنم براتون. بذار من دوربینای سلفیشون رو تمیز کنم. الان احساس میکنی عینک زدی. دقیقاً از رو اینا اومدیم رو دوربین خودمون، انگار که مثلا فکر کنم مثلا 15 سال پیش با این کوالیتی ما باید محتوا میساختیم. بعد تازه نگاه می‌کردم میگفتن خیلی این خیلی. ببین سامسونگ گزینه‌های بیشتری داره برای انتخاب کردن. ببینم ویدیو داره، فوتو داره، نمیدونم لایو فوتوز داره، پرو داره، پانوراما، نمیدونم کار میکنه یا نه، ولی داره. ولی این نه، این واقعا هیچی نداره. بذار من بذارم رو ویدیو اول یه دونه بگیرم ببینیم چه جوریه. سلام دوستان عزیز. سلام. چه کوالیتی؟ به این کوالیتی آیفون 17 پرو مونه. خب این سامسونگ S25 اولترا که باز تو سلفی هم یه ذره بهتره. نی کلا سامسونگ خیلی واقعیت نزدیکه، چون اصلا دوربین، اصلا کوالیتی، قلم، اصلا همه چیز چه بهتره. فکر نمی‌کردم یه روز یه محتوایی بسازم بگم که مثلا فیکه یه گوشی که مینیه، فیک مینی ها، از فیکه یه گوشی مینی دیگه بهتره. غیر ضروری ترین بررسی تاریخ ما داریم انجام میدیم که سلفی 2 تا گوشی اصلا نامربوط ناهنجار رو داریم با هم مقایسه می‌کنیم. آیفون اصلا داره میزنه تو جاده خاکی. واسه چقدر کوالیتی داره. آره خب ببین آیفون مینی تره ها. الان شما آیفون رو بذار کنار این نگاه کن، خدایی مینی تره. خب آخه واقعیت هم فکر کنم همینه. آیفون پرو کوچولوتر از یه دونه S25. اونطوری که هست، ولی با آیفون دیگه ما کاری نداریم چون هیچ گزینه‌ای نداره. ولی این سوپر اسلو موشن، نه اسلو موشن خالی. چی؟ سوپر اسلو موشن میگیره. یه دونه اسلو موشن بگیر بزن تو گوش من. بزنم؟ آره بزن. میزنم. بزن. بذار بزنم بعد بزنم. تو زدم بزنم. دیدی که اومد. زدم فکر کنم دیگه ایشالله. بعد گرفت. ببخشید برای اسلو موشن نیاز نگم موشن خودت گفتی بزن. بزنم اسلو موشن میگیره. بزن من نباید اسلو موشن باشه. هم اسلو موشن داره هم سوپر اسلو موشن. تنها چیزی که از اسلو موشنش به جا مونده همین دردیه که صورت منه. ویدیو از ویدیو عادی هم سریعتره. یعنی اصلا فقط نوشته اسلو موشن ضبط میکنی هیچی نمیمونه اسلو موشن. بریم تست آخر، تست گیمینگشون که بچه‌ها من با مارکت های ایرانی توشون 2 تا بازی ریختم برای نشون دادن قدرتشون. مگه میکشه اصلا؟ اولیش پابجیه که در کمال ناباروری پابجی روش نصب شده. نصبه
پابجی روش نصبه و یه سابوی سرف که اگر حالا پابجی نیومد ببینیم سابوی سرف رو میتونه پلی کنه یا نه. بریم من پابجی رو ببینم میتونیم میاد بالا؟ والا همین که نصب شده به نظر من خیلی کار بزرگی کرده، چون این که الان داره زور میزنه. خب الان صدای فنش روشن شد داره این سی پی یوش الان داره داغ میکنه، از اینجا مواد مذاب الان میچکه. زدم فعلا برید توش. من تا الان پلی نکردم ببینم واقعا میشه بازی کرد یا نه، ولی آورد. پشمام ببین انقدر مینیه، نگاه کن اسکرین گوشی انقدر مینیه خود این صفحه استارت توش جا نشده، یعنی متنا رو نگاه کن اومده رو لوگوها. یه سری چیزایی من دارم میبینم که زده بیرون، مثلا اینو میبینی این از صفحه خود اسکرین گوشی زده بیرون. یه سری نوشته و انقدر مینیه. بذار این یکی هم بذارم، اینم ریختم توش. تو اینم ریخته و پشمات میریزه. اگه بگم ظرفیت این دوتا گوشی 512 گیگه. چنده؟ 500 بذار بهت نشون بدم. 500 گیگ نوشته 55 گیگ از 512 گیگ استفاده شده. که چی شد؟ چی شد؟ حاجی پابجی موبایل استوب داد. درش کرد نمیاد. ولی حاجی تا همونجا هم آورد خیلی کار کرد جدی. چی کار کرد؟ تا کجا آورد؟ فقط اسکرینش رو آورد بعد دید نه کار ما نیست. من سابوی باز کنم ببین سابوی هم اگه بتونه پلی کنه باز به نظر من خوب. ساعت حاجی آورد سابوی آورد. اینم اومد. حاجی داره میاره. نه این اسکرینش بزرگتره، میبینی متنا خیلی بهتر، لوگو همه توش مشخصه، ولی استارتینگ پابجی موبایل وسط دیگه نیست مثل این. آره این صدا داره. اسپیکرش تهش هم انقدره. میشنوید؟ ولی خیلی گوش کن خیلی کمه. بذار ببینم که حاجی سابوی راحت داره پلی میکنه. پشمام بریم بزن بریم. ای آقای با سگش اومد. واه حاجی جدی روون داره بازی میکنه. حاجی ایول باورم نمیشه. آخ من اینجوری شون داشتم میدیدم درست بده من بلد نیست. بده من. این حاجی پابجی چی شد؟ حاجی یه خورده داره لگ میزنه ولی دیگه ببخشید معذرت میخوام. گوشی اندازه یه انگشته، نگاه کن اندازه یه انگشته. خوردم تو دیوارم واسه کردی با اون انگشته. ببین اومدن داینامیک آیلند آیفون رو شبیه سازی کنن. خب یه دوربین توشه. آیفون چرا داینامیک آیلند داره؟ کلی سنسور اونجا گذاشته که شده اندازه کپسول. خب آره این یه دوربین دورش سیاهه. خب بعد کلی اطلاعات پشت داینامیک آیلند این قایم شده. این اومد ببینم. حاجی آلو کنم. حاجی میکشه. وایسا از وایسا. حاجی داره میاره. داره پابجی رو میاره. الان تقریبا 5 دقیقه هست اینجا دیگه، ولی خب داره میاره. ولی داره زورشو میزنه با تمام توان. تمام این 0 و 1 رو دونه دونه با مداد مینویسه. 0 1 1 1 0 0 0 1 1. حاجی اینم همون وایسا. نمیاره دیگه. پابجی موبایل استاپ شد. پابجی موبایل هز استاپ. بله استاپ میده. این که سابوی آورد. بریم تو میاری. این دیگه من احساس میکنم باید بهتر پلی کنه. این میخواد سن من رو بدونه که چی. من چند سالمه؟ 26 سال. اینقدر کوچولوه. 26 سالمه. 26. بذار ببینم صدای این صداش بلندتره. هم بلندتره هم با کیفیت تره. 2 تا اسپیکر داره، هم پایینش اسپیکره هم از این اسپیکر بالاییه داره صدا میاد، ولی این فقط 2 تا اسپیکر پایینش داشت. بذار ببینم چقدر بلندتر و با کیفیت تره. بذاری پولم گیشه داشت. یه ذره زودتر هم بیای. اومد. برو بریم. بزن. حاجی زدم گیر کرده. صدای مرد. بپر. این خیلی حاجی فریم ریتش بدتره. آره اصلا داره لگ میزنه. گوشی من 100 هیچ گوشی تو میزنه. حاجی این گیمو داره بهتر پلی میکنه دیگه آیفونه دیگه مشخصه. نگاه کن این خیلی داره ببین لگ میزنه. من احساس میکردم این داره
بهتر همه چی رو پلی میکنی که واه. خیلی بچه لگه. تصویر شما مشکل نداره. شما دارید ویدیو رو عادی ببینید. چیزی که هست اینه که این بازی واقعا ما با چه عقلی داریم گیمینگ این گوشی رو تست میکنیم. جدی ما همین که بشر تونسته این همه چیزو توی اینقدر جا فشرده کنه جا بده خیلی هنر کرد به نظر من. با این که پلی کرد ولی خب برنده نهایی اینجا به نظر من بردم بدبخت. آیفون توی که حالا مثلا برندش چی شد بیا. البته فقط گیم رو بردم، هم دوربین رو تو بردی هم آنباکسینگ. دوربینش هم از نظر من خیلی فرقی با هم نمی‌کردن، یعنی دوربیناش هم خیلی نزدیک بودن به هم. حتی اگه ببین نزدیک هم بودن ولی خب بالاخره قابلیت‌های بیشتری یه سری چیزای این بهتره یه سری چیزای این و من نمیدونم اصلا چرا اینا هستن. جدی یه نفر هست مثلا بگه 8 میلیون من بدم برم اینو بخرم؟ نه. یعنی میخوام ببینم کسی غیر از یوتیوبرهای احمقی مثل من میرن مثلا اینو بخرن برای خودشون. البته جسارت نباشه. منم من گاو گوساله منم ولی اینو نخرید. به هیچ دردی نمیخوره. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید. اگه دوست دارید بریم هواوی مینی و شیائومی مینی و هر چی مینی تو بازار بخریم حتما ویدیو رو لایک کنید. لایک. ببین سامسونگ مینیمون اینقدر دیگه. بله. داره پاره میشه که یه کاری انجام بده. درست. و مینیه. این آیفون 4 اندازه همن تقریبا. آیفون خودشه اصلا همونه. ببین یه ذره فقط پهناش کمتره ولی خودشه. حتی آیفون 4 از کار میکنه ها. پشمات بریزه نگاه کن. یه زیرخاکی داره. قیمت نداره. من نمیفروشم. آیفون قدیمی. مانیتورش از این کوچیک‌تره. پشمو. بعد دوربینشو نگاه کن. دوربیناشو من بذارم کنار هم ببینید دیگه. ببین فقط میخواستم بهتون نشون بدم که کار شاقه‌ای نکردن گوشی مینی ساختن. الان کوالیتی آیفون 4 که مال چند سال پیش آجی؟ نمیدونم. تو به دنیا نیومد. این اونو میزنه. واقعا میزنه آجی. همونه اندازش همونه. ناکو قدیما آجی ما گوشی مینی میساختن میدادن دست ما عشق میکردیم. البته من که پولش نداشتم بخرم. من بعد 30 سال کار کردن تونستم اینو الان بخرم. یعنی اون موقع برای من این خیلی گرون بود ولی هم اندازن. پشما. و این اونو همین الان اینو میخوره. این یعنی براش برو جوجو برو آیفون 4 دارم دایی.